اشتراک آریانا سعید در بزرگترین جشنواره هندوستان و سرودن آهنگ ایندی آریانا سعید در فیلم مشهور ایندی. آریانا سعید باری دیگر تابو شکنی کرد. رفتار جالب اسیب سعید در این جشنواره با آریانا سعید و گله‌های آریانا سعید از مردم افغانستان. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید بانوی آواز، یک تن از هنرمندان برجسته، چهره دست و مطرح در هنر موسیقی افغانستان شهرت و محبوبیت بسزایی دارد. در میان مردم افغانستان دوستداران و طرفداران آریانا سعید بیشمار بوده است. لقب ملکه صدا را از طرف دوستداران و طرفدارانش کسب کرده است. وی مشهور به ملکه دلها است. آریانا سعید با اسیب سعید در سال 2018 نامزد شد، ولی تاکنون این دو ازدواجشان به طور رسمی ثبت نشده است، ولی در خانه مشترک زندگی دارند. آریانا سعید با اسیب سعید 2 روز قبل در بزرگترین جشنواره موسیقی در کشور استرالیا به نمایندگی از افغانستان در جشنواره فیلم هندوستان اشتراک کرد و توانست در این جشنواره آهنگ ایندی بسراید و قرار است آریانا سعید در بزرگترین فیلم ساخته شده توسط کرن جوهر آهنگش را بسراید که موفقیت بزرگی برای مردم و ملت افغانستان است. ولی آریانا سعید از مردم افغانستان گله دارد و از تمامی دوستداران و طرفدارانش خواسته تا وی را حمایت کند. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند جوان و با استعداد کشور از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید و اسیب به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار بدید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.